روستر به مارسلو و چهره بازیکن تازه نفس بارسلون که او هم انگار دچار مشکل شده. اصلا چهره بازیکن بارسلون نشان میده که این تیمی شکست خورده است. داور چیزی رو حالا از کجا میشنوه یا از کمکش یا از داور چهارم به حال از طریق بیسیم داره نکته ای رو میشنوه. ما فقط شاهد این هستیم که ادمیلسون ببینیم چه اتفاقی براش میافته در این صحنه. اخطار شده، اخراج شده، کارت قرمز که مشخصه جلوی او گرفته شده. دوربین فقط او رو نشان میده که داره از بازی بیرون میره. نه، تعویضه. بله، تعویض. وگرنه مثلا تعجب برانگیز هم بود که چطور شد که او یه دفعه داره علامت قرمز مقابل اسمش زده میشه. تعویض زود هنگام سیلوینیو. فرصت برای مادرید برای گل سوم که ثمری